موضوع امروزه ما احترام به زبان مادری می باشد. نخست یادآور می شویم که سنه 5 اکتبر روزی زبان تاجیکی است. از بس که نخستین سخن آموزی فرزندان این مادران است، یعنی هر یک انسان را پدر و مادرش به او زبان شیرین تاجیکی را آموخته است. ما این زبان تاجیکی را با محبت زبان مادری میگوییم. زبان مادری یکی از ارزشمندترین نعمت‌های الهی و ثروت معنوی هر یک ملت به شمار می رود. آن نه تنها واسطه معاشرت بلکه رمز هویت، آیین و فرهنگ، تاریخ و اندیشه هر ملت است. هر یک ملت که زبان خود را نگاه می دارد می تواند ارزش‌های ملی خود را نیز حفظ کند. زبان نه تنها واسطه گفتگو است بلکه بخشی از هویت، فرهنگ و هستی ملت است. اگر زبان از بین رود بسیاری از خصوصیت‌های معنوی ملت نیز نابود می‌شوند. زبان مادری ما فارسی تاجیکی یکی از زبان‌های باستانی و ادبی کهن‌ترین و زیباترین زبان‌های دنیا است. برای ما تاجیکان زبان مادری زبان فارسی تاجیکی است که فرهنگ غنی و تاریخ کهن دارد. زبان رودکی و فردوسی، سعدی و حافظ، جامی و کمال خواجندی است. طبیعی است که در طول تاریخ زبان به سخت‌ترین مقابلیت‌ها، فشارها و گاه حتی تعرض اجنبیان و دشمنان داخلی جانبدار بیگانگان روبرو بود. زبان ملی وقتی در این نبرد سالم، بی‌گزند و پرقوت بیرون می آید که اگر مردم مخصوصاً زیایان فداکار ظرفیت و مسئولیت حمایه منفعت‌های ملی را به عهده بگیرند و عمل کنند. زبان از قدیمترین زمانها تا به امروز در ردیف واسطه اساسی معاشرت بین آدمان بوده. مهمترین نشانه موجودیت ملت و دولت ملی می باشد. یعنی معیار نشانه دولت در برابر حدود جغرافی محض زبان است. بزرگان فرمودند ملتی که زبان خود را نگاه ندارد نمیتواند آینده خود را بسازد. بیایید با زبان مادری خود افتخار کنیم و آن را همچون گنج پرقیمت به نسل‌های آینده به میراث گذاریم. ببینید ملت تاجیک از جانب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تحسین شده است. با علم آموزیش، با دینداریش، با خدمتش. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حق مردم ما بشارت فرمودند که اگر علم در ثریا می بود مردانی از فرزندان فارس یعنی تاجیک آن را در می یافتند. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجه و صدها نابغه های خلق تاجیک حدیث های پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم را تدوین و تخریج کردند که امروز از کتاب های مقدس ترین مسلمانان به شمار می رود. صحیح ترین کتابی که انسان آن را تألیف کرده است، آن را جابجا کرده است، جمع آوری نموده است، تمامی حدیث های صحیح پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را جمع آوری نموده است. این کتاب صحیح بخاری، کتاب بابای ما و شما امام بخاری است. قرآن که جایش جدا هست، قرآن از جانب پروردگار و سخن پروردگار است، اما صحیح ترین کتابی که انسان نوشته است این کتاب حدیث در دینمون، در مذهبمون کتابی چی است؟ صحیح البخاری است. همین طریق ما می‌بینیم بزرگترین خدمتی که برای بزرگداشتی زبان تاجیکی کرده شده است این فتوای امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمت الله علیه بوده است. آن کس نیت نماز را با زبان زیبای تاجیکی
اجازت دادند که هر انسان، هر ملت میتواند با زبان خودش و مخصوصا ببینیم مردمی که در طرف شرق و غرب ما زندگی میکنند، اویغورها هرچند که ملتشون دیگر است و زبانشون و فرهنگشون خیلی فرق میکند از ما، نمازهایشون رو با زبان تاجیکی زیبا نیت میکنند. به مانند تاجیکا نیت کردن بگذارم 2 رکعت نماز فرضی، نماز جمعه، این برای مردم تاجیک فخر است. این نشانه چی است برادران عزیزم؟ یعنی استادانشون تاجیک بودند و خدمت کردند. بزرگان ما، پدران ما خدمت کردند و باید ما نیز راه آنها را پیش بگیریم و خدمت کنیم برای آینده مسلمانان، برای آینده امت اسلامی، برای آینده ملت تاجیک. همین طریق زبان تاجیکی در بین مسلمانان جهان بیشتر انتشار شد و بیش از 1000 سال باز اکثر مسلمانان عالم نیت نماز و دعاها را با زبان تاجیکی می‌خوانند. اثرهای ابوریحان بیرونی، میر سید علی همدانی، مولانا یعقوب چرخی، ابن سینا، فارابی، اشعار رودکی و خیام، سعدی و حافظ، فردوسی و جلال الدین بلخی مقام زبان تاجیکی را در تمام عالم بالا بردند. ما در همین عصر خودمان چندی از بانفوذترین راهبران دولت ها، پرزیدنت ها که ملتشون و زبانشون فارسی و تاجیکی نیست، با زبان فارسی، با زبان تاجیکی شعری مولانا را میگویند. زبان رو می آموزند، زبان تاجیکی و فارسی رو می آموزند تا اینکه از این علم بهره مند شوند. یکی از بانفوذترین راهبران کشورها با زبان تاجیکی و شعری مولانا رو با زبان اصلی خودش میخوند و اون رو با زبان خود شرح میدهد، با زبان ترکی شرح میدهد. این برای مسلمانان، برای ملت تاجیک این فخر است. باید ما خود هم بدانیم، باید خود بآموزیم اثرهای گذشتگان خود را، بزرگان خود را. برای گذشتگان ما افتخار از وطن و زبان همیشه انگیزه های احساسی عالی بود. در همه دور و زمان از جمله مفهوم های مقدس ترین ارزیابی گردید. زبان مادری این ریشه ملت، آینه هستی ملت، سرچشمه خودشناسی است. زبان خشتی اولین کاخ ملت است. اگر زبان ملی از بین رود، ملت هم دیر یا زود تفکر ملی خود را از دست داده عاقبت زوال می‌یابد، از بین می‌رود. در تحکیم پایه‌های دولتداری و گرامی داشت زبان تاجیکی سهم قهرمانی خلق تاجیک، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مد اول می‌ایستد. پیشوای ملت زبان تاجیکی را در عرصه جهان معرفی کرده، از منبر سازمان ملل متحد و دیگر منبرهای با نفوذ با زبان شیوای تاجیکی سخنرانی نموده، مسئله های گلوبالی جهانی را بررسی نمودند. اینچنین جناب عالی بارها در سخنرانی و اثرهایشان زبان تاجیکی را نه تنها همچون زبان دولت، بلکه همچون پیکره هویت، میراث نیاگان و عامل بخشنده بقای ملت ارزیابی نمودند. خداوند رحمت کند استاد لایق شیرعلی را که در این باب گفتند: زهر بادا شیر مادر بر کسی که او زبان مادری گم کرده است. پیشوای محترم ملت در این باره کاملا درست قید نمودند که عمر ملت به عمر زبان وابسته است، یعنی بقای زبان بقای ملت است.